همه میدونن کریستیانو رونالدو همیشه عدد 7 رو انتخاب میکنه یا اولویتش همیشه این عدد بوده، اما چرا سلطان همیشه عدد 7 رو انتخاب میکنه؟ کریستیانو رونالدو دوس سانتوس آویرو، زاده 5 فوریه 1985، بازیکن فوتبال اهل پرتغال و حال حاضر باشگاه النصر عربستان. او اغلب به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنان تمام دوران شناخته میشه. رونالدو بیشتر از هر بازیکن اروپایی دیگه‌ای 5 جایزه توپ طلا و 4 جایزه کفش طلای اروپا رو دریافت کرده. او در طول دوران حرفه‌ایش 34 جام کسب کرده. او از معدود بازیکناییه که در بیش از 1200 بازی رسمی حضور داشته و بیش از 850 گل برای باشگاه و کشورش به ثمر رسونده. همچنین رونالدو تنها بازیکنیه که در 5 تورنمنت جام جهانی گلزنی کرده. رونالدو فوتبال حرفه‌ایشو در رده بزرگسالان از اسپورتینگ لیسبون آغاز کرده. در سال 2003 و 18 سالگی توسط الکس فرگوسن به منچستر یونایتد پیوست و در اولین فصلش در این تیم قهرمان جام حذفی انگلیس شد. او در ادامه با این تیم در 3 فصل متوالی قهرمان لیگ برتر، سپس لیگ قهرمانان اروپا و جام باشگاه‌های جهان شد و در 23 سالگی برنده اولین توپ طلا شد. رونالدو در هنگام انتقال 94 میلیون یورویی خودش به رئال مادرید در سال 2009 به گران قیمت‌ترین بازیکن فوتبال در آن زمان تبدیل شد. او در رئال مادرید 15 جام کسب کرد که شامل 2 لالیگا، 2 کوپا دل ری و 4 جام لیگ قهرمانان اروپا بود و به بهترین گلزن تاریخ رئال مادرید نیز تبدیل شد. در سال 2018 رونالدو با مبلغ 100 میلیون یورو از رئال مادرید به یوونتوس پیوست که اونو به گرون قیمت‌ترین بازیکن در لیگ ایتالیا، همچنین گرون قیمت‌ترین بازیکن بالای 30 سال در دنیا تبدیل کرد. او همراه با یوونتوس 2 قهرمانی سری آ، 1 قهرمانی کوپا ایتالیا و 2 قهرمانی سوپرکاپ ایتالیا رو کسب کرد. در سال 2021 به منچستر یونایتد برگشت و در سال 2022 از این تیم جدا شد. بعد از فسخ قراردادش با منچستر در سال 2023 با النصر عربستان به توافق رسید. رونالدو در سال 2003 و در 18 سالگی برای اولین بار برای تیم ملی بزرگسالان پرتغال به میدان رفت و تاکنون با بیش از 190 بازی بیشترین بازی رو به عنوان یک بازیکن برای پرتغال انجام داده. همچنین با به ثمر رسوندن بیش از 129 گل بهترین گلزن تاریخ کشورشه. او تاکنون در 11 تورنمنت بزرگ برای پرتغال به میدون رفته. رونالدو اولین گل ملیش رو در یورو 2004 به ثمر رسوند و تا رسیدن پرتغال به فینال نقش موثری داشت. از ژانویه 2008 او کاپیتان تیم ملی پرتغاله. در سال 2015 رونالدو از سوی فدراسیون فوتبال پرتغال به عنوان برترین بازیکن تاریخ کسب کرد و بعداً کفش طلای یورو 2020 رو هم گرفت. رونالدو یکی از مشهورترین و ثروتمندترین ورزشکاران در جهانه. او در سالهای 2016 و 2017 از سوی مجله فوربس به عنوان پردرآمدترین ورزشکار و از سال 2016 تا 2019 از سوی ESPN به عنوان مشهورترین ورزشکار دنیا انتخاب شد. مجله تایم در سال 2014 نام او رو در فهرست 100 فرد تاثیرگذار دنیا قرار داد. او اولین بازیکن فوتبال و سومین ورزشکار در طول تاریخه که بیش از 1 میلیارد دلار درآمد کسب کرده. اما برسیم به عدد 7. اولین بار کریستیانو رونالدو در منچستر یونایتد این شماره رو برتن کرد و در ادامه این سنت در رئال مادرید، یوونتوس و حالا النصر هم تکرار شده. ستاره پرتغالی که به CR7 معروفه، تلفیقی از نام و شماره خود رو به یک برند بین المللی تبدیل کرده و به دشواری میتوان شماره دیگری از او به خاطر آورد. او سالهاست در عرصه ملی و باشگاهی از این شماره استفاده میکنه. اگرچه کریستیانو رونالدو رو همیشه با عدد 7 دیدیم، اما تا زمان انتقالش به منچستر یونایتد این عدد شماره محبوب او نبود. در دوران حضور در اسپورتینگ لیسبون رونالدو شماره 28 رو برتم میکرد، اما هنگام انتقالش به یونایتد سر الکس فرگوسن شماره 7
7 رو به ستاره پرتغالی داد، چون اعتقاد داشت او میتونه با پوشیدن این شماره مهم و نمادین در تاریخ منچستر یونایتد تبدیل به بازیکنانی در اندازه های دیگر بازیکنانی بشه که در گذشته از شماره 7 استفاده میکردن. اسطوره هایی چون جورج بست، کانتونا و دیوید بکام بوده رو برتن کنه. رونالدو در لیگ برتر فوق‌العاده بود و مدافعان حریف رو نابود میکرد و در نهایت در سال 2008 موفق شد با زدن 42 گل اولین توپ طلای خودش رو ببره. بالاخره در سال 2009 زمان انتقال رونالدو به رئال مادرید رسید و رونالدو چاره‌ای جز پوشیدن شماره 9 رو نداشت، اما با انتقال راول به شالکه ای صاحب شماره دلخواه خودش شد. اگه یادتون باشه حتی موقع انتقالش به تورین عدد شماره 7 متعلق به خوان کوادرادو بود، ولی او شماره خودش رو تقدیم به رونالدو کرد و شماره 16 رو پوشید تا این عدد دوباره به صاحب اصلی خودش برگرده. در تیم ملی پرتغال هم شرایط مشابه بود و در یورو 2004 شاهد حضور کریستیانو در ترکیب با شماره 17 بودیم، اما بعد از خداحافظی لوئیس فیگو رونالدو صاحب شماره 7 شد و به نظر میرسه این شماره برای او سالها شانس و موفقیت رو به همراه داشته باشه.